پرسپولیسیا کمک آقای برانکو رو هم در این بازی به خاطر محرومیت در اختیار ندارن و بازی رو هم تیم میزبان آغاز کرده. 1-1 هست تعداد کرنرها در سر خطرناک بازیکن ذوباهن توی 6 قدم نزدیک بود دروازه پرسپولیس باز بشه که نشد. خوش شانس بود در این صحنه بیرانوند. با هم می‌بینیم صحنه آهسته رو عالی جاگیری کرده بود اونجا مرتضی تبریزی، اما ضربه سر شیرجهش تو چارچوب نبود. مسلمان محمد انصاری سربالا میبینه میفرسته روی دروازه برای گاردین منشا، یک کنترل، سه بازیکن مقابل داره، دوره کامل میزنه، پاس عالی، پاس کاتبه، حالا توی دروازه ذوباهن باز شد. گل قشنگی رو پرسپولیسیا زدن و باسم علیپور برای پرسپولیس گل میزنه. حالا میشه 7 گله علیپور. خیلی راحت چرخید، معتقدم هست ارتباط کلامی نداشتن و صحبت نکردن با هم دیگه بازیکناشون. مظاهری با هم میبینیم پاس عالی کاتبک وحید امیر و یه بغل پا از علیپور. ای بازیکن بالاخره رد میشه اونجا. احسان پهلوان ضربه که از راه دور میزنه و بیرانوند با یه واکنش تم به کرنر میده. درگیری بازیکن‌ها بر سر توپ موفق هست حسینی از تیم ذوباهن. از سمت راست حرکت میکنه، تبریزی از چپ به راست رفته، یه پاس تو در برای استنلی زاویه اونجا بس اصلا اون ضربه‌شو خطرناک میزنه مهاجم ذوباهن. به نظر میاد تو پای بازیکن ذوباهن خورد و به بیرون رفت، اما پرتاب به سود این تیم اعلام میشه. واسم درخشان مهر پرتاب بلند روی تیر اول، کار خوب بازیکن تیم ذوباهن بچرخن، فرصت خطرناکی رو خواهند داشت. ضربه که اونجا زده میشه واسم توسط بیرانوند گرفته میشه، پرتاب دست بلند و معروف بیرانوندی برای وحید امیری. پشت مهاجم 3 در مقابل 2 هستن، یه پاس عالی محسن مسلمان و نمیتونه گل دومو بزنه. تو پس پاش جدا شد محسن مسلمان. واسم محسن مسلمان میخواد تو پوری دروازه بفرسته. این بار دیگه سید جلال حسینی جلو نکشیده، ماهینی هم مونده. ارسال مسلمان روی دروازه، یک ضربه گل دوم میزنه کمال کامیابی نیا. دقیقه 35 پرسپولیس 2 ذوباهن 0. همون خوشحالی تقریبا همچینی خودش رو به نمایش در میاره کمال کامیابی نیا. بازی 2-0 میشه. پهلوان درخشان مهر تو بیرون نرفته، کار دنبال میشه. واسم احسان پهلوان پای راست برای استنلی، پشت محبته کنترلش جالب نیست. که داور پنالتی گرفته به سود تیم ذوباهن. خطای بازیکنی پرسپولیس رو اعلام کرده، پنالتی رو هم گرفته. اعتراض حسینی و ماهینی، تعجب بیرانوند. بازیکنی پرسپولیس رفتن دست به دامن کمک زاهدی فرشان تغییر میکنه. نظر یاخه خطای شجاع خلیلزاده رو گرفته اینجا که دستو گذاشت، خطا رو گرفت داور. ببینید اختلاف به یک گل خواهد رسید یا خیر. بیرانوند و تبریزی حرکت میکنه، تبریزی ضربه‌شو میزنه تو تیر دروازه برخورد میکنه، توپ گل نشد. حالا ضد حمله پرسپولیس داره شکل میگیره. اعتراض بازم نیمکت نشینان پرسپولیس. سید جلال حسینی بازم رو بقب برای علیرضا بیرانوند، داره تعقیبش میکنه. استنلی اشتباه کرد و چه اشتباهی توپو گرفتن بازیکن ذوباهن اونجا زاویه رو میبنده. شجاع خلیلزاده دوباره فرصت دارن. ذوبی‌ها ارسال بلند روی دروازه، یک ضربه سر توپ دور شد. با هم میبینیم صحنه آیسته ضربه پنالتی رو زد به سمت چپ دروازه‌بان، توپ به تیر خورد. با هم میبینیم ضربه بغل پا و محکم تبریزی رو از نماهای مختلف. یه برخورد اعتقادی به خطا نداره داور آقای زاهدی فر، میخواد کار دنبال بشه. پشت محوطه جریمه ضربه زمینی و خطرناک بازیکن پرسپولیس و باز هم محسن مسلمان. کنترل منشا، یک ضربه از راه دور محکمه اما تو چارچوب نیست. یه پاس تو در داخل محوطه جریمه برای تیم ذوباهن. فرصت هست میکارم برای حسینی و حالا پهلوان رو دیده اما ماهینی
ارتباط رو قطع کرده. گادوین منشا یه پاس برای علی پور، حالا را میندازه اونجا وحید امیری رو. چه فضای مناسبی داره گادوین منشا، پاس عالی داخل محوطه جریمه، یک کنترل و میتونست گل سوم رو بزنه که عالی واکنش نشون داد اونجا مظاهری. قشنگ خون دست بازیکن پرسپولیس رو، توپو به محض اینکه کنترل کرد رفت بیرون، زاویه رو تنگ‌تر کرد و اجازه گلزنی رو به منشا نداد. رشید مظاهری در این صحنه یه حرکت درخشان مهر اونجا حضور داره، ارسال بلند روی دروازه رجب زاده برای عطایا، فرصت داره تیم زوبا هم میکارن برای شوت زنی بازیکن‌ها، فرصت هست، تکل اولو میبنده اونجا ربیخا. زوبی‌ها فرصت خواهند داشت اما در نهایت بود جمع میکنه بیرانوند و بلافاصله برمیگرده زننده ضربه اسماعیلی فر. « 69 دقیقه زمان بازی گذشته. از طریق ادساین فوتبال آندرلاین تیوی هم همراه با فوتبال برتر باشید. یه پاس عالی، گادوین منشا توی دروازه، گل سوم منشا برای پرسپولیس به ثمر میرسونه. تو کارهای ترکیبی مثلث خط حمله پرسپولیس عالی بوده امروز. یه پشتک هم میزنه اونجا، یه فرصت بشه حتما بعد از بازی با برانکو ایوانکوویچ و امیر قلینویی هم صحبت خواهیم کرد. یه خوشحالی از قبل تمرین شده بین مسلمان و منشا با هم میبینیم. یه پاس عالی از علی پور، یه گل زد، یه گل ساخت و حالا پرسپولیس 3-0 جلو میفته. پدیدم گل دوم به تیم سیاه جامگان میزنه. منشا گوشه زمین نمیذاره تو بیرون بره، تو گرفته از بازیکن زوباها، از دو بازیکن تو رد کرده. خود منشا یه پاس عالی برای فرشاد احمدزاده، ضربه فرشاد احمدزاده روی ریباند، ضربه آکروباتیک علی پور که از بالای دروازه به بیرون رفت. یه حرکت برای پرسپولیس فرصت داره ایجاد میشه. وحید امیری یه ارسال عالی روی تیر دوم، یک ضربه به گل چهارم فرشاد احمدزاده بازیکن تعویضی برانکو گل چهارم رو میزنه. وحید امیری پاس داد تا احمدزاده زوباهن رو 4 تایی بکنه. چهره رشید مظاهری رو میبینیم، چند تا واکنش خیلی خوب هم داشته مظاهری، اما روی این توپایی که یک در مقابل یک میشه کاری نمیتونسته خیلی بکنه. عالی فرستاد وحید امیری. فرشاد احمدزاده یه پاس برای کمال کامیابی نیای، ارسال کوتاه ضربه گادوین منشا و در 2-3 مرحله نزدیک بود هم گل برسن اما یک کرنر نصیبشون میشه. مهدی پور توپو خواهد فرستاد روی دروازه، این کار انجام میده، عالی هم میفرسته، ضربه است در خطرناک نژاد مهدی و توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت. خود منشا توپو گرفته، یه بازیکن مقابل داره، یک در مقابل یک رو میخواد برداره، ارسال روی دروازه که نژاد مهدی توپو برگردونده، یک ضربه از راهد و پرقدرت، ضربه روی پای کمال کامیابی نیا با اختلاف البته به بیرون رفت.